اگر فلانی در پارلمان رفت در مقابل فرهنگ فرسوده غرب استادگی کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی از دین دفاع کرد، تو هم صاحب اجر و ثواب. اگر فلانی در پارلمان رفت از دین خدا دفاع کرده، تو در اجر و ثواب شریک. حالا خودت هستی که انتخاب کنی. چرا ما به خاطر یک نفری که او میره 6 سال 5 سال ایشونوش رو میکنه ما خود گناهکار کنیم؟ رای میتونیم للهی و خدایی بدیم، که باید هم کسانی که شما تسلیم داریم رای بدیم، چون در بین این افرادی که خود را تنظیم کرده